دختر سیفی 8 9 11 طنز کرده میبینی در اینترنت. پدر در روسیه یک پگای میبینه دخترش در فلان توی جمونده شده. خیلی توی است. مقصد در میره دخترها را در نظر دارم. البته هیچ که حق نداره در بیرون قطعی بچه‌ها رقص کنه، اما در درون همونجا طنز بازی سرودی خچونا کنن دوگانه بازی همه در این یا که میبینی زنگ اخیرانش میگیم یا که یگان خرسنده در مکتب میکنن همه رو در اینترنت. پدر دیگه نمیدونه چیکار کنه، میزنه زنش از 3 طلاق میکنه، خونش سوختگی، ای طرف هم میسوزن ای او طرف هم میسوزن. خلاصه از اینکه سرجمعی همدیگر فهمی و مراجعت به مردهای کرده شدن که خواهر دختر طنز کرد، رقص کرد، خطا کرد، یعنی که بین دوگانه‌اش گرفتن پرتافتن، مادر وای اهمیت نداد زندگیمون رو نسوزیم. صبور باشیم، به مصلحت همه کار میشه، با طلاق کردن کار ریشه نمیشه، یا باره حیات فرزندا رو میسوزیم. چی سختی‌های به سر ما از طرف مادرها میشون زنها، ما صبر میکنیم. زن خودش اصلا کوتاه عقل